پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت در دوره پیشنهاد گردید که کشور عزیز ما به مرحله نوی رشد وارد گردیده مردم شریف تاجیکستان به سوی آینده آباد و آسوده با قدم‌های استوار پیش می‌روند. ساکنان ناحیه شهر نو نیز با درک عمیق مهمیت پیام امساله سروری دولت در تالارهای وسیع نطق پرمحتوای پرزیدنت مملکت را سرجمانه تماشا نمودند. زیرا پیام پیشوای ملت دستور برای فعالیت یک سال تمام ساحه‌های خلق مملکت می باشد. تاکید گردید که در این دوره برای کشور دشوار تمام ذخیره و امکانیت‌ها و سعی و تلاش حکومت جمهوری تاجیکستان برای رسیدن به 4 هدف استراتژی ملی پیش بینی شده: تامین استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی، حفظ امنیت آذوقه‌واری و صنعت‌کنانی با سرعت مملکت سفربر گردیده است. در زمان استقلالیت بیش از هزارها کیلومتر راه ماشینگرد، صدها کیلومتر راه آهن و نقبای ماشینگذر با مبلغ‌های کلان مورد استفاده قرار داده شد که در نتیجه حکومت مملکت به یکی از هدف‌های استراتژی رهایی از بنبست کمونیکاسیونی جهت تامین رفت و آمد دائمی نقلیات مسافرکش و بارکش بین منطقه‌های گوناگون کشور ما و دولت‌های همسایه نائل گردید. در پیام نوبتی سرور دولت ذکر شد که در 30 سال استقلالیت با جلب سرمایه داخلی و خارجی هزارها کارخانه و کارگاه‌های خرد و بزرگ صنعتی بنیاد گردیده که آنها در ساحه‌های استخراج و کارکرد معدن، انگشت، صنعت سبک و کیمیا، ماشینسازی، کارکرد متال‌های قیمت‌بها و رنگه، مسائل ساختمان و صنعتی، خوراکواری فعالیت می‌نمایند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئله‌های بررسی گردیده و دستور سپارش‌های در پیام خویش ذکر گردیده را پیش از همه به خاطر حفظ صلح و ثبات، وحدت ملی، حمایت استقلالیت دولتی و دستاوردهای خلق تاجیک ارزیابی نمودند و تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت، فراهم آوردن شرایط باز هم بهتر زندگی و در عرصه بین المللی بلند برداشتن آبروی وطن محبوبمان تاجیکستان را وظیفه‌های اولین درجه هر یک فرد وطن دوست کشور نامیدند.